در قرآن کریم دریاهایی که در جنت وجود دارد ذکر شده است. 4 دریا است: دریای آب، دریای شیر، دریای شراب و دریای عسل. الله تبارک و تعالی می فرماید فیها انهار من ماء غیر آسن. در آن جنتی که برای بندگان نکوکار وعده کرده اند دریاهای آب است که هرگز رنگ و بوی و مزه آن دیگرگون نخواهد شد. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، و دریاهای از شیر است که مزه آن دیگرگون نخواهد شد. و انهار من خمر لذة للشاربین، و دریاهای از شراب است که جنتی ها وقتی که آن را نوش جان می کنند بسیار لذت می برند. شراب جنت سردرد نمی کند، شراب جنت عقل انسان را نمی برد. صفت هایی که شراب این دنیا دارد شراب جنت اون صفت ها را ندارد. و انهار من عسل مصفى، و دریاهای از عسل پاکیزه است. عسل پاکیزه یعنی که در ترکیب آن هیچ گونه کمبودی یا که نقصان وجود ندارد. این دریاهایی که ذکر کرده همین آیه کریمه فقط برای رساندن خبر است که باید بدانیم که همین گونه دریاها در جنت وجود دارد، اما چگونگی آن را الله تبارک و تعالی خودش میداند. لذت و مزه و کیفیت آن را الله تعالی میداند که چگونه است. هیچ وقت با دریاهای دنیا آن را قیاس کرده نمی شود.